صدا میاد؟ صدامونم گرفت با درود خدمت همه عزیزان. من قصد داشتم یه دو بیت یا رباعی بگم قبل از شعرم، ولی عرض ادب و احترام دارم خدمت مهمانان خارج از کشور، شاعران، هنرمندان و همه عزیزان بزرگواران، مخصوصا سرکار خانم کاظمی پور که تو این حمایش بسیار زحمت کشیدن. بنده مرتضی ملایی هستم از بندر گناوه. با غزل شما را به خدای بزرگ میسپارم. آقا ببخشید. ای قلم، ای قلم با تو سخنهای فراوان دارم. ای قلم با تو سخنهای فراوان دارم. سخنی با تو و با دفتر و دیوان دارم. مکن از نیزه و شمشیر هراسی، بنویس هرچه خواهی بریم جوهر ارزان دارم. حرف دل را بنویسم به نگارنده غیب، شکوه ها از کرم دولت تهران دارم. بغض در سینه فرو رفت و نفس گیرم کرد. روز می نالم و شب دیده گریان دارم. روی پیشانی ما درد نوشتند، ولی بی نهایت گله از بازی دوران دارم. ابر نازا شده، لبهای زمین خورده ترک. چه امیدی دگر از گل به گلستان دارم. سالها از دی و از بهمن و اسفند گذشت. سالها از دی و از بهمن و اسفند گذشت. تا ابد در وطنم ماتم آبان دارم. اندوه دو پرواز، یکی فصل بهار، دیگری کوه زنا و فصل زمستان دارم. رود زاینده کویری شد و کارون خشکی، کوله بار غمی از مرز مریوان دارم. مرد فرهنگ و ادب خفته و خاک است، ولی من به شاهنامه ایشان سر پیمان دارم. صخره کوه دماوندم و دریای جنون. صخره کوه دماوندم و دریای جنون. گاه غرش و گهی موج خروشان دارم. کوه من کاخ ستم را به فنا خواهد داد. کوه من کاخ ستم را به فنا خواهد داد. با خبر باش که هنگامه طوفان دارم. آنقدر از غم دل با تو بگویم، چون که در تکاپوی غزل قافیه آسان دارم.